کلام خدا میگه اون که بادو میکاره طوفان رو درو خواهد کرد و امروز اینو شاهد هستیم. امروز مردم ما تو خیابونها بر علیه ابلیس و دشقیمانش ایستادند. میشه بر مردم ستم کرد ولی نمیشه برای همیشه به اونها ستم کرد. در طول تاریخ ملت‌هایی بودند که در تاریکی ظلم صدای حقیقت رو خاموش نکردند. اونها به جای ترس امید رو انتخاب کردند و در برابر دروغ راستی رو فریاد زدند. امروز مردم ما هم نهایت امید رو انتخاب کردند و برانند که ایران رو برای این ابلیسان جهنمش بکنند. هیچ قدرتی نمیتونه نوری رو خاموش بکنه که از جان انسان آزاده داره میتابه. آزادی موهبتی الهی هستش که در عمق روح انسان ریشه داره و هیچ زندانی، هیچ محبسی نمیتونه اونو تو بند نگهش بداره. امروز هم دلهای بیدار در جستجوی حقیقت و عدالت هستش که میتبه. هر صدای صادق، هر نگاه شجاع و هر گامی در مسیر راستی گواه این هستش که وجدان انسانی هنوز زنده است. ظلم پایدار نمیمونه، چرا که خداوند عادله و حقیقت سرانجام خودشو آشکار میکنه. دوست من، چه خوب گفتند که بی‌طرفی در این مصاف مردم همون بی‌شرفیه. امروز من هم کنار اون جوان که در مقابل موتورسواران وطن فروش بر آسفالت سرد نشستم، واسه این که میدونم که این آب و خاک برای خداوند من بسیار عزیزه و کلام خدا میگه که حق همچون خورشید داره میتابه و ظلمت هرگز برش چیره نمیشه. من فریدون مخوف با دیگر همکارانم در سازمان ترجمه کتاب مقدس کرپو در مقابل این دشخیمان در خیابانها ایستادیم. پاینده باد وطن.